کتابی نوبتی که در صحیفه 1000 کتاب معلومات میدیم کتابی پولو تولیس تحت عنوان تابستان. کتابی نام برده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صحیفه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صحیفه های درونی کتاب یک رنگ بوده، مقواش رنگ می باشد. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیتی سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. پولو تولیس در شهر خوجند تولد یافته است. مؤلف قصه های جوانی، تابستان، کتاب های چراغ ها، حکایه ها، بزیچه من، بچگان قشلاق ما و حکایه های زیاد می باشد. در کتاب اثرهای مشهورترین نویسنده، پویست های جوانی و تابستان، اینچنین حکایه ها، خاطره ها که از کمالات استعدادی فوق‌العاده نویسنده گواهی می‌دهند گرد آورده شدند. مسئله های اساسی پویست تابستان مسئله اخلاق، تربیه آدمی زمان نو است. نویسنده این مسئله را به واسطه مواد ترجمه حالی در شرایط دشوار و پرتشویش زمان جنگ بزرگ وطنی به میان گذاشته قدرت و توانایی حیات را در تشکل شخصیت انسان و جهان معنوی او نشان می‌دهد. تابستان به چندین زبان‌های خارجی و زبان‌های خلق‌های سابق شوروی ترجمه و نشر گردیده است. این کتاب برای آنهایی که می‌خواهند به ایجادیات پولو تولیس شناسایی پیدا کنند دستوری خوب است. کتاب را از مغازه کتاب می‌توانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره پولو تولیس تحت عنوان تابستان. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.